کنه. مورد بسیار مهم دیگه که ما را کمک میکنه در مسیر حق استقامت بورزیم انتخاب کردن دوست درست هست. یعنی شما در خیلی از نصوص شرعی میبینیم که الله متعال یا پیامبر صلی الله علیه و سلم تاکید میکنه و برای ما تعلیم میده که همیشه شما انسانهای صالح و نیکو را دوستان بگیرین. چرا؟ به دلیل از این که هر انسانی از لحاظ روانی از کسانی که با اونها ششت و خیز داره یک تاثیر میگیره. انسان صالح تاثیر صالح را داره و انسان بد تاثیر بد را داره. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک حدیث یک تشبیه جالب میکنه. میگه دوست نیکو برای شما مثل انسان عطر فروش است که اگر شما ازش عطرم نخرین، امی که در دکانش برین از بوی نیک از او چی میشین؟ از بوی نیکوی از شما بهره مند میشین. یعنی ای که اگر شما غالبا اگر در دکان عطر فروشی رفته باشین، اگر شما میخوای چیز نگیرین هم طبیعتا همین فضای اون دکان از چی است؟ یک فضای عطرآگین و خوش هست. یعنی گاهی وقتا ممکن شما یک دوست صالح دارین ولو شاید عالم نباشه که شما رو نصیحت بکنه، خب همین زندگی و رفتار عادی از او هم سر شما چی میکنه؟ تاثیر میکنه. و پیامبر صلی الله علیه و سلم دوست بد را هم یک تشبیه جالب کرده. میگه دوست بد مثل انسان آهنگر است، همون کسایی که آهنگری میکنن و بازوغال سر کار دارن. میگه وقتی اگر شما در اونجا برین یا حتما لباسهای شما خراب میشه یا حداقل همون دود و غبار دکان سر شما چی میکنه؟ تاثیر میکنه. پس اگر دوستی که شما دارین ولو دعوتگر به طرف بدی نباشه، رفتار بد از او خود به خود سر شما چی میکنه؟ تأثیر میکنه. و الله تبارک و تعالی در قرآن کریم یک امر بسیار جالب را ذکر میکنه. یکی از جمله اسباب و وسایلی که انسانها را گمراه میکنه و از جمله عوامل ورودشان به جهنم میشه همیست که اونها دوست بد دارن. به همین خاطر در روز قیامت انسانهایی که با انتخاب کردن دوستهای بد گمراه شدن در اونجا دعا میکنن که یا رب ای پروردگار کاش که فلانی را ما دوست خود نمیگرفتم. در اونجا دعا میکنن که کاش که من فلانی را دوست خود نمیگرفتم. پس دوست خوب سر انسان تأثیر نیکو داره و دوست بد سر انسان چی داره؟ تأثیر بد را داره. به همین لحاظ شریعت الهی ما را تشویق میکنه که با انسانهای صالح ششت و خیز داشته باشیم. در خیلی از آیات قرآن کریم الله متعال میگه و کونوا مع الصادقین، با صادقین باشین، با نیکوکاران باشین. معنای گپش چیست؟ معنای گپش است که انسان با انسانهای صالح زندگی بکنه، زندگیش به طرف خوبی ها میره.